جای آدم مرده حج کردن تنها میتواند فرزند این کار رو کند или میتواند دیگر آدم کند مبلغ معین را سپارد و فرزند دیگر آدم هم این کار رو کند. دیگر کس کنده میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در گرد خانه طواف میکردن، یک مرد که شنیدن که لبیک عن شبرمه میگفت، لبیک از نام شبرمه. بعد گفتن که و من شبرمه، شبرمه کی است؟ گفت که ابن عم لی، پسر عمکم یا عمکم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم حججت عن نفسک؟ قال لا. آیا خودت حج کردی؟ گفت که نه. گفتن که حج عن نفسک ثم حج عن شبرمه، اول از نام خودت حج کن سپس از نام شبرمه حج میکنی سال آیندهش. گفت این دلالت میکنه که آدمی که حج میکند اول از نام خودش حج کردگی باشد، بعد از نام دیگرها حج میکند. بله اگر گذشتگان مسلمان باشد شرط نه که خویش و تبار باشه، میتونه به استاد، میتونه به یک امام بخاری مثلا میخواهید روحی امام بخاری و یک ثواب رود از نامش عمره کردید مثلا، هیچ باکی ندارد. اجازت است از نام گذشتگان عمره یا حج کردن اجازت است، چون که این عمل عملی قسما مالی هست، محض عملی بدنی نیست. عملی بدنی را از نام گذشتگان کرده نمیشه، مثل نماز خونده نمیشه از نام گذشتگان. اما حج و عمره میشه از نام کسی که به شما پدر و مادر باشد یا بابای و مادر کلام باشد یا هر کسی که به بالاتان حق داشته باشد یا دوستتان باشد. لیکن از نام زنده ها فقط از نام اون زنده کرده میشد که حج برایش فرض شده و امکانیتی رفتن ندارد. مثلا بیماری یک جای هست، شل هست مثلا، نسأل الله سلامت و العافیه، نمیتونه سفر کرده، نمیتونه نشسته. این آدم اگر پول داشته باشد از پولی همین آدم یا فرزندش یا یگان شخص بیگانه را کرا کرده میشد که رفته حج کنه تا اینکه به نزد الله تعالی بدون قرض رود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فدین الله احق ان یقضى، قرض الله تعالی سزاوارتر است که ادا کرده شود. این عبادت ها وقتی که فرض شد باید اجرا کرده شود. یا زن اومد که یا رسول پدری من در بالای شتر نشسته نمیتونه، بیمار است، راست نشسته نمیتونه، برای سفر یعنی نشسته توانستن در حالی به هواپیما هم اقل نشسته تا ندادم، نشسته هم نمیتونسته باشد یک کسی دیگر وکیل میکند. الله تعالی اعلم.